عملهای پرده‌پوشانه جوانزن با دوست داشته‌اش با فاجعه انجامید. معشوقه با استفاده از کارت به جنایت آدمکشی دست زد. یامس نگاه کردم کوچه گرفتم اینجا و دست چپم نمیخوام زدم. غیر قانونی محروم نمودن از آزادی با مقصدی به دست آوردن مبلغ. خلاص مثلا زدم باستم بودم اگر دو کردم. بیام زنگ بزنم مثلا سوی را که همین $10,000 رو بیارید مقصد. 5 مرتبه ادای جزا پیشرفت شده را اصلاح نکرد. این دفعه باز به جنایت دزدی دست زد. ساعت یک شب آمدم یک شوفوری فرمان با بسولش گرفته بودم. در نهه یوغان در پنجشنبه بازار ما فروختم. به توجهی به سالمی جامعه کارکردی حسیب در شرایط غیر سانیتری. شما چیکار میکنید از مغازها که مولت استعمالش گذشتگی است با دوباره برمیگردد؟ این بارا میزنید با استعمال کنندگان ضرر نمیرسونه؟ شرحین و دیگر خبر و گزارش ها در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی.